بیننده سوال کردن که یک مردی اگر مهریه زنی رو نمیده آیا همبستری با این زن حرام است برای او یا نه؟ در این مورد یک صحبتی بکنید. ببینید، اولا مهر واجب است بر مردی که ازدواج میکنه، قول میده. اولا که باید، خاصا در این دور زمانی که وفا به عهد و این مسائل خیلی کمرنگ شده، سعی کنید مهر رو بگیرید، بدون که بعداً بگذارید و معجل بگذارید و بعداً جنجال به پا بکنید. همون موقع نکاح بگیرید، ببرید توی حساب بانکی خودتون بگذارید. این تضمینی است از طرف الله سبحانه و تعالی. بعضی مثلا در اسلام زن رو میفروشن فلان میکنن. نه، فروش نیست. الان شما میخواید برید خونه بگیرید مثلا از طریق بانک میگه یک چیزی تو رهن بگذار، زمین داری رهن بگذار، ماشین داری رهن بگذار، چک بگذار، فلان. همین دنیا این است. اسلام میاد بدترین حالت رو میسنجه. امکان داره یک روز این دوتا جدا بشن از هم دیگه. چه تضمینی برای ادامه زندگی زن در یک زندگی آبرومندانه وجود دارد؟ مبلغی که به عنوان مهر بهش پرداخته میشه، این ضمانتی است برای زندگی زن. الله متعال امر میکنه وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، به خیر یا آرومی و خوشرویی مهر زنها رو بهشون پرداخت بکنید. مهر زنها رو تأخیر نکنید، فریبشون ندید. سر نکاح داغ میکنید، هر چی دلتون خواست مینویسید، بعدن که عقلتون سر جاش اومد من چطوری بپردازم؟ نه خیر، باید بپردازی، چون این واجب است بر تو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضه در سوره نساء میگه. آیه دیگری است. وقتی که با آنها هم بستر شدید، مهرشان رو به تمام کامل فرض است بر شما که بپردازید. و هیچ مردی نباید این رو سهل و آسان بگیره، کوتاهی بکنه در این حق است. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حق هم دیگر رو به باطل نخورید. قول دادید، وعده کردید، یک فرض واجبی از طرف الله متعال است، این رو باید ادا بکنید. اما یک مردی آمد مثلا 500 تا سکه مهر تعیین شد، آقا گفت من نمیدم. زن حق داره، حق شرعیش است که از همبستری با این مرد امتناع بکنه. پول من رو، مهر من رو بده و الا من با تو زندگی نمی کنم. این حقش است. در شریعت این حق بهش داده شده. اما زندگی که به این حد رسید دیگه زندگی نمیشه که مثلا خرید و فروش بشه. پول منو بده بعدن جنستو میدم. نه، اینطوری نیست. اما حقش هست. اینکه حقش هست زندگی به این حد برسه که زندگی نیست. اما این حق زن هست که امتناع بکنه از زندگی، از همبستری، حتی در صورتی که مهرش پرداخت نشه. و یا اینکه زنی اومد همبستر شد، به قول و قراری که از شوهرش داشت باور کرد، اما مرد نداد مهرشو. آیا این همبستری حرام است؟ آیا بازم اگر همبستر شدن حرام است؟ نه، اون حق مسئله جداست. و اینها چون شرط مهر رو قبول کردن، مهر تعیین شده، شروط نکاح برابر بوده، نکاح جاری است. یعنی همبستری هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. آنکه زن حق داره که امتناع بکنه، این حق زن است. اما اگر همبستر بشن، هیچ اشکال شرعی در اینجا وجود نخواهد داشت.